سهراب یکی از شخصیت‌هایی بود که برای ملت ما خدمت کرده است و خدمت می‌خواست کند. ولی مرد بیامون او را البته از بین ما برد، ناگهان برد، ناجوانمردانه. این جوانمرد بسیار عزیز و بسیار میگم که صاحب احترام ملت ما را از ما جدا نمود. البته با مرگ بحث بیفایده است، لیکن ما زنده ها باید کار کنیم که مکتبی که او داشت، اندیشه هایی که او داشت، عقیده هایی که او داشت، باید که آنها البته عملی شوند، باید که آنها را ما احترام نماییم، چون که دیگر وریانت نیست. از نگاه من اگر ما در جامعه امروزمون یک اتلان انسانیت جستجو کردنی باشیم، شاید که از سهراب بهتر نمونه دیگر نداشته باشیم که اونم از دست رفت. شاید که از سهراب بهتر فیلسوف داشتیم و خواهیم داشت در آینده، یا از سهراب بهتر سیاستمدار، سیاستشناس، وکیل. ولی مثل سهراب انسان یا تاجیک پیدا کردن کاری آسان نخواهد بود. در مسائل دولتداری و ملت سازی من فکر میکردم، حس میکردم که هیچ کس ما رو مثل سهراب نمیفهمد و سهراب رو هم هیچ کس مثل ما نمیفهمد. ما مشترکات داشتیم که جدا از لگل و ایدئولوژیمون ما رو با هم پیوست میکرد. من اون چیزی که فکر میکنم نزدیک کرده بود با سهراب پیش از همه فرهنگ بالای انسانی و جسارت و صمیمیتش. طول 15 سال با او کار میکردیم. آخر سالهای 90 برای ثبت نام به انجمن ملی سیاستشناسان تاجیکستان آمد. به راستی او ما را خیلی دستگیر کرد. ما برنامه رشد بسیار حزبی در تاجیکستان داشتیم. در آخر سالهای 90 پیدا کردن کارشناسی که به همه حزب‌ها نظر یگانه داشته باشد کار آسان نبود. هنگام سر زدن مسائل حساس در میزهای مدور و او زنگ میزدیم و اشتراکش در سطح بلند گذشتن محفل‌های ما را ضمانت میداد. منفعت ملی برایش همیشه در جای اول بود. او یک سیاستشناس ورزیده بود و زمانی که به مرکز تحقیقات استراتژی رفت تدریجاً به یک سیاستمدار واقعی تبدیل شد. او ایده ها و کنسپسیه های بسیار داشت که میخواست در اداره کنی دولت عملی کند.